السلام علیکم افغان پراود زمانوم د حارث او تاسو ماته ګورئ زبا په آینده کې ان شاء الله دغه رقم وړکې ویډیوګانې جوړوم از زما ویډیوګانې نوم به وي ورځ یعنی روز یعنی دی دا زما اوله ورځ ده او روز اول ماسته من اینجا استاد هستم به زبیر خان که از هارلم میآید ما هارلم در هالند یک شهر است و از اونجا میآید او بخیر از با لیسانس موتر دو رقم تست به کار است یکی برش میگه تئوری یعنی یک جای میری باید درس برش بخوانی بازو از امتحان ازت میگیره یعنی پرکتیکل نیست و یکی امتحان پرکتیکل است او تئوریش گرفت یعنی ذهنیش گرفت اون که برش درس میخواند او را گرفت آل پرکتیکلش یک دو هفته بعد است آل منتظر هستم در موتر برش که بیایه بخیر بر مرا میبره در یک رستورانت وعده داده بر ما که میریم اونجا نان میخوریم خب در منتظر باشین بخیر آل میرسه بر ما گفته که در ظرف 10 دقیقه 10 دقیقه یا 10 دقیقه بعد رسیدم خود زلت ورته یو ساعت ولاړم ما افغان سټایل را باندې وهراتی 10 دقیقې یو ساعت ودرولم دلته خو خیر اوس براسي چراغ بس بیا ګورو سره زبیر خان اوس راغې یو نیم ساعت بعد راغې ماته ویلو 10 دقیقې بعد راځم یو نیم ساعت بعد راغې زه به اوس دروازه ورته وازه کوم یو خسته خاندان مې مرته چولې ده سلام علیکم زبیر مبارک باشه مبارک باشه که تئوری اگزام تا گرفتی ما پیشتر برای مردم گفتم میگم این دو رقم اگزام داریم یکی تئوری و یکی پرکتیکل و زبیر خان چی رقم بود چطور بود چند دانه غلطی کردی ما از 40 سوال باید ماکسیمم باید 5 غلطی می داشتی و ما فکس 5 غلطی داشتم خب اگه یک دانه زیاد می داشتی واسه ناکام بودی دیروز یک تا زیاد داشتم ناکام شدم به او خاطر خیلی دیروز هم کنه بودی چرا من نگفته بودم ناکام شده بودم ما افغانا این عادت داریم امتحان که داریم وقتی که کامیاب شدیم باز کلا گیره میگه و ناکام شدیم چوب خدا میگیره من پدرم دیروز گفت کجا میری گفتم میرم خانه حارث پدر خدا ما گفته بودیم نه هیچ کس خبر نداره حالا کس خبر نداره دو رفتیم خانه نه داری کجا بعد خب بازم مبارک برات میگم که 25 سال بعد 23 سال بعد در این باره یک اسکریپت جور میکنیم برای لیسانس من دارم تا بسیار مقبول بگو برای مردم بگو چی و پدرت میگی که میای میده خوشحال هستی پدر من لیسانس گرفتم نه پدرت سوال کارت میکشه پایین سال داره میگه که امون تک چک چکم برات میکنم تو میگه دایی 25 سالگی تو لیسانس گرفتی با سین باید دوبارش فکر کنیم نه زبیر بیچاره یک چندم امتحانت بود یک 20 تا امتحان خود داده و کل پیسه را که جمع کرده بود برای یک شرکت میخواست یک دکان برای خود واس کنه کلش در لیسانس رفت هنوز لیسانس نگرفته من مکمل هنوز لیسانس هم نگرفته از خاطر که پرکتیکل لیسانس زیاد قیمت هم است اینجا در هالند یک پرکتیکل لیسانس به خیالم در اون وقت که من گرفته بودم 8 سال پیش بود 2.5 یورو بود 8 سال پیش 2.5 8 سال پیش که من امرای درس نه تنها پرکتیکل تنها امتحانش 2.5 یورو بود 8 سال پیش که من گرفته بودم 2.5 یورو بود حالا چند پس حالا کمه حالا چند است 1.5 ساعت میفهمی چی زیاد است او درس کی میگیری ساعت 40 یورو میگیره ساعت 40 یورو چند دانه درس گرفته 2000 یورو میشه درس گرفتی تو ما زیاد درس گرفتیم حساب نکردیم خب خیر مبارک باز برات میگم زبیر مبارک باشه و در این خوشحالی زبیر گفته بودم که من تو را یه چیز میتم یک رستوران میبرمت خب برای یک چی میخرم دونر یک ترکی دونر بر ما بخر که زیاد گشنه شدم صحیح بریم ما خوردم نان تو چی خوردی
ما در اونجا خورد بازیت گشته بودم باز در اونجا ما یک دلار آل باز کاملا تک چای یک چیز میخورم یک چای یک چیز بخور خود ما میریم آل نان میخوریم باز پسان می زبیر چیرتی؟ دونر کمپانی هستیم نان میخوریم یاد کش نشد چی پستل میکنی بر من؟ چی میخوری؟ ما امروز برای ترکتیر میکنیم دلت چی میخوایی بگو؟ ما چیز میخوایم ما دونر میخوایم پیتزا یا دیگه Dürüm beni almış bro. یا آلو سراب ایسه ایرو یک قسم است ایده ایرو یک قسمی است و 5 ایرو یک قسمی نامی اینجایی که دون میخوریم نامش است دونر کمپانی از ترکاست بهترین دونر در کل عالم همینجاست اگر میامدیم با دونر یک اینجا دونر بکنیم باز مورم دعوت بکنیم باز به ما بخرین دونر سگ زبر بر ما کولا خرید و به خود خریده و حال یک 5 دقیقه بعد نان ما میایم مالک مخکر توی مال زبر ما توی 40 دقیقه که رسیدم ما زوی و نیم ساعت تو ولاړو ما مال افغان استایل را باندې یا وګوره زما ډوډۍ راغله د توي دروم د توي دروم چا نو مې چی دورم دونر کباب مصطفی ابي دروم کباب نور شه و بعد دیگه ما می‌خواستم که نام حارس مصطفی نیست نامش حارس عربی است دروغ مصطفی مونده وقتی که نام مصطفی خوش میاد مگه مرا خوشم نمیاد حارس عربی خب خیر ما میریم نان میخوریم بخیر شما دیگه این ولوگ خوب ولوگ دیگه سجاد جور میکنم ایرا نامی از ایرا میگم روز یعنی ورځ یا دی یک این روز یک بود مازی از ما سال یک 2016 2017 این سال یک دلار بکشه ما دیگه کوشش میکنم که هر روز که ما هر چیز میکنیم او را فیلم کنم برای شما و در یوتیوب پارتم شما باید این ویدیو را لایک کنید و کامنت بدین که شما چطور خوشتان آمده یا نه و انجوی بکنید و ما میفهمیم چی میکنم ما ریالیتی چی دارم میخوایم بکنم پیش برم امو باشه همراه سجاد یک جای پرانک دیگه پا سایستا کم در معلوم آزاری کم در موفق باشی که شروع میکنی من نمیفهم خوب موفق باشی 2 سال دیگه هم وقت بدید 2 سال دیگه وقت خود دیگه این ولوگ این ویدیو را لایک کنین و دوستای خود شیر کنین و کامنت بدید که چطور بود از خاطر که از کامنت ما زیاد یاد میگیریم و ویدیوی ما را در فیسبوک هم ببینین مقصد این نمیاد در فیسبوک این تنها در یوتیوب میاد و فیسبوک ما است افغان پراود NL و اینستاگرام هم داریم اینستاگرام ما است afghan.proud.nl و سنپ چت هم داریم سنپ چت ما است afghan.proud.nl حتما ما را فالو کنید خداحافظ خدا